اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد. دیگه از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی بندازم پایین. ولی من نمیرم بازار، چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده، پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم عربستان بود، اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، تورم نباید باشه، کبریتم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کردی که و این معاذالله کجاست؟ و معاذالله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذالله انه ربی احسن مثوای. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت، جمعش کرد. پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان، این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف. حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره.